سلام بچه، من تربان ردی هستم. این اولین ویدیو من در یوتیوبه. میخواستم بهتون آموزش بدم که چجوری هر اسکین خاصی رو توی ماینکرافت بارگذاری کنید. همتون که بیشتر مردم بازی میکنن دیگه، این برنامه رو باید داشته باشی. اسکین ایدیتور واردش میشیم. این مثلا اسکینیه که خودتون هم میتونید بسازید. اینجوری هم میشه. وارد اینجا میشید، این قسمت اینو میزنید، وای میسید بالا بیاد. مثلا اینجا هر چیزی که دوست داشتید رو بارگذاری میکنید. خب مثلا الان من خودم میتونم بسازم. الان وایسید یه لحظه، من از این بیام بیرون. کنسل. مثلا اینجا یه رنگ رو انتخاب کنم، سفید. مثلا میتونم الان با مداد این قسمت مداد رو انتخاب میکنم. میتونم اینجوری الان اینجوری شه، اینجوری میتونیم کنیم. بعد این قسمتی که عکس چیز داره رو میزنید، وارد سیو تو گالری میزنید. سیو تو گالری رو وقتی که زدید میرید داخل ماینکرافتتون. اوکی، میرید داخل ماینکرافتتون. میریم داخل ماینکرافت، صبر میکنیم که بیاد لوچه. لطفا ما که تازه کاریمو یه لایک، سابسکرایب، کامنت اینا بذارید. ازتون ممنون میشم. ممنون گذارم. وارد میشید، میشید که لود بشود. خب وایسادیم بالا بیاد. قسمت عجب غریب. خب این الان چیز جدیدشه. این چیزایی هم که من انتخاب کردم، این از همه‌شون زیباتره. اینم خوشگله. خب وارد این قسمت میشید. عکس چوب رختی داره. وارد این شید. ببخشید من اشتباه اسکین و چیز که پلی کردم. اینو میزنید، صبر میکنید. وارد این قسمت اینو میزنید، وای میسید که وارد گالریتون بشه. حالا که وارد گالری شد، اینجا مثلا من الان این اسکن انتخاب کردم. وای میسیم دوباره لود بشه. حالا مثلا چپ و راست هر کدوم که دوست داشتید میزنید. من زدم و الان شما این اسکین رو دارید. ببینید این اسکین الان مال شما شد. من این اسکین رو به همون صورت دارم. خب بچه اگه میخواید ویدیوی بیشتر بذارم لطفا ما رو دنبال کنید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.